این ترانه بخشیده می شود به زندگی تلخ و دوری از فرزندی یک جوان. قسمی اول. واقعا هر یک انسان در دل و وجود خود دردهای را دارد که هیچگاه نمیگذارند که آرام باشی و آرام بخوابی و از زندگی بهره ببری. هر کس هر سختی را وابسته به مشکلی هایی داشته و قوتش بها داد و خلاصه کرد. ولی دوری از فرزند هم خیلی سخت است. وقتی میدونی که در گوشه هستند اما نمیتوانی که به آغوششان بگیری و بویشان بکنی، سیلهشان کنی و مهرشان بدهی. خیلی زیادن کودکانی که با اشتباه یکی از والدان دارن به پدر به وایه میرسند.